سلام و درود خدمت همتون. امیرحسینم با یه ویدیو خنده‌دار و جذاب دیگه در خدمتتونم. ویدیو امروز راجع به فیلم‌های هندیه. خب اما قبل اینکه بخوایم بریم ویدیو رو ببینیم ازتون میخوام اگه چنل من ندارین بزنید سابسکرایب کنین و اون زنگوله کنارش هم بزنید که هر موقع ویدیو جدید براتون گذاشتم نوتیفیکیشنش براتون ارسال بشه. خب بریم ما هم دیگه این ویدیو رو ببینیم. خب این ویدیو سوالای زیادی تو ذهن من ایجاد کردش. اول اینکه اگه تو میتونی اون میله رو بکنی به چی اصلا توی زندان موندی؟ دوم اینکه چرا موقعی که میخواستی ببندی گردنبندو از دور میله بستی؟ سوم اینکه چرا گردنبندو باز نکردی میله رو کندی؟ هر کی میتونه جوابش برام کامنت کنه. نمیخوام به فیلم‌های هندی بی احترامی کنم ولی خیلی دوست دارم حداقل کسی که این سریال رو داره دنبال میکنه رو ببینمش از نزدیک. خب ایشون که اصلا آدم نبودن، اره برقی تشریف داره. واقعا من نمیدونم اینا برای شعور مخاطب احترام یا ارزش چیزی قائل نیستن واقعا. یعنی واقعا که خیلی هیجان برانگیز بود. من مشتاق شدم برم ادامه این فیلمو ببینم چی میشه سرنوشت این بچه. ولی واقعا اینا چیه میسازن؟ من تو تخیلم هم روم نمیشه اینجوری بخوام فکر بکنم. اون وقت اینا رو برمیدارن میسازن تحویل مردم میدن. داشتم با اون یه دیگه از در فاضل به عنوان سپر استفاده می‌کرد کنار اومدم که ادامهش واقعا منو شگفت زده کردش. ولی به نظرم ساقی نویسنده هاشون خیلی حلال خوره. خب خیلی ممنونم ازتون که تا انتهای ویدیو همراه من بودین. امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشین. امیدوارم ازشون ادیت هم یاد گرفته باشین. خیلی خوشحال میشم ازم حمایت کنین، لایک کنین، کامنت انگلیسی بزنین، سابسکرایب کنین، ویدیو رو برای دوستاتون بفرستین. خیلی دوستتون دارم. تا یه ویدیو دیگه و برنامه بعدی همتون رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.